فرازنامه بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان نظام. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، مسئولین محترم. این جلسه یکی از جلسات مبارک دوران سال ماست. ما به اون خواسته های مطلوب در صورتی میرسیم که بتوانیم یک تلاش مؤمنانه و صادقانه رو دنبال بکنیم و اون جز با توجه به خدای متعال و ارتباط دل با خدای متعال ممکن نیست. جامعه اسلامی و انقلابی ما اگر چنانچه از ذکر الهی و یاد الهی غافل بشود مطمئناً ضربه خواهد خورد، سیلی خواهد خورد. انتخابات کار بزرگی بود. عظمت انتخابات قدرت نظام اسلامی رو نشان داد. ما از این نباید غفلت کنیم. مردمی که پای صندوق‌های رأی آمدن یک کار مشترک انجام دادن همشون. این کار مشترک اظهار اعتماد به نظام اسلامی بود. با توجه به دشمنی‌ها، با توجه به وضعیت، با توجه به نیازها، با توجه به اهداف بلندی که در مقابل ماست، باید یه فضای جدید ایجاد بشود. فضای همکاری، فضای کار، فضای تلاش. در ایجاد این فضای جدید همه سهیمند، همه شریکند که اون عبارت است از پیشرفت کشور و اعتلاع نظام جمهوری اسلامی. اگر همه تلاش کردیم میتوانیم بایستیم، میتوانیم استقامت کنیم، میتوانیم دشمنمون رو به زانو دریم اگر همه با هم باشیم. این توصیه همیشگی ماست. همه بایستی مسئولین کشور رو کمک کنن، همکاری کنن که بتوانن کار کنن. در یک نگاه کلان به مسائل کشور، شما که مسئول هستید، از مسئولین درجه 1 تا مدیران بخش‌های مختلف، اگر بخواهید کشور را درست اداره کنید، اگر بخواهید فرصت‌ها و تهدیدها رو به معنای واقعی کلمه مدیریت بکنید، احتیاج داریم که اولا ملاک‌های تصمیم گیریمون رو مشخص کنیم و درست انتخاب کنیم. ثانیاً از تجربه هامون استفاده کنیم. منافع ملی اون وقتی منافع ملی هستند که با هویت ملی ملت ایران، با هویت انقلابی ملت ایران در تعارض نباشه. یکی از کارهای بزرگ انقلاب اسلامی همینه که یک هویتی برای ملت تعریف کرد و بر اون پافشاری کرد. منافع ملی رو بر اساس او استخراج کرد و استنباط کرد و ترسیم کرد و تصدیق کرد و دنبال کرد. ما ملتی هستیم مسلمان، ریشه‌دار در تاریخ و انقلابی. این هویتمون. این ستاره نباید از نظر دور بره. اسلامی بودن ما یعنی ارزش‌ها و اصول اسلام تشکیل دهنده هویتمون. ریشه‌داری ما در تاریخ یعنی ما در طول تاریخ نیروهای انسانی ما دارای افکار بلندی بودن در بخش‌های مختلف. انقلاب یعنی اون حرکت تحولی عمیقی که با تکیه به اسلام توانست وضعیت کشور را عوض کنه و یک قلم مهم او این بود که ملت را از حاشیه بیرون آورد، وارد متن اداره کشور کرد. هرچه که با اسلام ما، با گذشته و سابقه تاریخی دیرینه ما معارضه داشته باشه، این جزء منافع ملی به حساب نمیاد. منافع ملی ملاک صحت تصمیم گیری هاست و منفعت ملی اون چیزی است که با هویت ملت ایران هیچ گونه معارضه‌ای نداشته باشه و از او بر کنار هم نباشه، یعنی برخواسته از این هویت باشه. این میشه منفعت ملت ایران. هر چیزی که شائبه ضدیت با اسلام یا بیگانگی از اسلام، ضدیت با انقلاب یا بیگانگی از انقلاب، ضدیت با ریشه تاریخی ملت ایران یا بیگانه از اون، هر چیزی از این قبیل باشه جز منافع ملی نیست و مورد تصمیم نمیتوانه قرار بگیره. انسجام ملی رو باید حفظ کرد، اتحاد ملی رو باید حفظ کرد، مشترکات رو بایستی همواره در نظر داشت. کشور رو دو قطبی نباید کرد، مردم رو به دو دسته نباید تقسیم کرد.
این اتحاد اون وقتی آشکار و بارز خواهد شد که با دشمن فاصله گذاری واضحی انجام بگیره. یکی از چیزهایی که اتحاد ملت رو زیر سوال میبرد و اختلاف ایجاد میکنه و اگر اختلافی هست اون رو آشکار میکنه، فاصله قرار ندادن با دشمنه. یک موضوع دیگه که این هم جزو تجربه های اساسی ماست که بایستی در مدیریت کشور شماها بهش توجه داشته باشید، مسئله اعتماد نکردن به دشمن و به وعده های دشمن. در لحن بیان هم بایستی احساس اعتماد به دشمن نشه. مسئله بعدی که شما این رو هم بایستی در اداره کشور و مدیریت فرصت‌ها و تهدیدها در نظر بگیرید، مسئله اقتدار نظامی و امنیتی کشور. مسئولین کشور بدونن در بخش‌های مختلف، چه در دانشگاه، چه در بخش‌های صنعتی، چه در بخش‌های علمی، چه در بخش‌های خدماتی، اونی که سینه سپر میکنه در مقابل دشمن میسته در بخش‌های مختلف، او همون عنصر مؤمن و انقلابی و اصطلاحاً حزب اللهی است. رعایت این عناصر رو بکنن. در مسئله اقتصاد یکی مسئله تولید داخلی است که خیلی مهمه. یک مسئله واردات، جلوی واردات باید گرفته بشه در یک بخش‌های. و البته مسئله امنیت سرمایه‌گذاری خیلی مهمه. امنیت سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود بخشش به دستگاه قوه مجریه، بعضی هم به دستگاه‌های دیگه مثل قوه قضاییه و دستگاه‌های گوناگون دیگر. یکی دیگر از چیزهایی که بتوانید کشور رو اداره کنید تأثیر داره مسئله فضای مجازی. در مسئله فضای مجازی اونی که از همه مهمتره مسئله شبکه ملی اطلاعات. امروز بهمنی از گزاره‌های درست و نادرست داره رو سر مراجعین اینترنت ما فرود میاد. اطلاعات غلط، اطلاعات نادرست، اطلاعات مضر، شبه اطلاعات، یه بهمنی فرود میاد. ما چرا باید اجازه بدیم این اتفاق بیفته؟ کاری کنید که از منافع و سودها، بهره‌های فضای مجازی همه بتوانند استفاده کنن، اما در اون چیزهایی که به ضرر کشور شما، به ضرر جوان شما، به ضرر افکار عمومی شما نیست. مسئله آخری هم که مطرح میکنم مسئله آمریکاست. با آمریکا مشکلات ما حل شدنی نیست. اینا با اصل نظام مشکل دارن، بنابراین اینها بهانه است دیگه. حقوق بشر بهانه است، این بی‌ثبات کردن منطقی بهانه است، تروریسم بهانه است، بنابراین اینا همه بهانه است. با نظام اسلامی اینا خوب نیستن. پروردگارا به محمد و آل محمد ما رو قدردان انقلاب اسلامی قرار بده. پروردگارا به محمد و آل محمد ملت ایران رو در همه عرصه‌ها پیروز کن.